چطورین؟ من کوروش لاین هستم. امروز واسهتون یه آنباکس خفن آوردیم. حتما قبلش لایک کنین، ساب کنین، بریم واسه ویدیو. هی میکروفون هدفون رو بنداز. خب به قول دختره بریم آنباکس کنیم. ادیتور برو تو من. خب اول از همه میای اینجا رو ببینیم. اینجا رو چسب نداره برای اینکه خودمون یک دور نگاش کردیم ببینیم سالمه یا نه. خب بازش میکنیم اینجا. بعد من ایجاره بدم پایین. بعد از اینجا چیش درش میاری اینجا. وای فقط اینجاش دیده میشه. واسایی دادا مشکله؟ یه دقیقه صبر کنین، من لپتاپ رو بزنم اینجا، بزنم به برق، بعد نظرتون رو ببینم دیگه. خب ایتور شما که ادیتور رو میداری رفت، بیا برو تو من. بچه چیزی که من فهمیدم اینه که این هم سیمیه و جاش هم من این پشون میکروفون داره. دقیقه صبر کنیم من جای چیمو درست کنم. من نمیدونستم میکروفون داره، من بهش نگفت میکروفونی. خب اول از همه اینو لازم داریم. خب دوم این خوشگله بچه این شد 3 تومن. همین کردن تو پاچمون. خب اینو میاری اینجا، میکروفون داره شما. اینو میاری دراز. من اینجا رو حالا کات میزنم ویدیو طولانی نشه، بعد نمیاین دیگه. نه نیاز نه کات زن. خب بیاین اینجا ما یک از این هم داریم. نگاه کنیم، من میایم اینجا رو ما لازم داریم. سیما رو باید بچسبونیم اینجا. یه دقیقه صبر کنیم من اینا رو بچسبونم، حالا دیده نمیشه دوربین باید بچسبونیم اینجا. دیده نمیشه توی دوربین. خب وایسین الان میچسبونم، میام و یه دقیقه استوب بزنیم. خب وصلش کردیم و نتیجه کار شد این. ببینین الان صدا تو دوربین نمیاد، اونو باید ببینین، ولی تو بازی صدام از توی این میره که بعضیتون میدونین. خب و RGB داره، RGB نمیشه گفت برای اینکه نورش تکون نمیخوره. ولی ببینین ایده روی من دوربین روی این فوکس کن، ببینین RGB داره. خب اگه بشه ما ویدیو بعدی یک دونه اینش هم اینطوری میشه. مثلا میتونی اینو اینطوری بدی من پایین، الان یا اینطوری بگیریش حرف نزنی، داری کنی حرف بزنی همین دیگه. خب مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. تا آنباکس های دیگه بدرود. تا آنباکس دیگه خدا نگهدار. بیا برو تو من دوباره